موضوع پرینسیپ کاری سیستم افروزش. هنگام حرکت پارچن به بالا در تکت فشرده شوی، وقتی که پارچن به نقطه بالای آرامی می رسد، در این لحظه بین الکترودهای شمعی برقی شراره حاصل می شود. شراره حاصل شده آمیخته سوزشواری را علنگه می گیراند. برای آن که علنگه گیری اعتمادناک باشد، شراره باید با قوت باشد. یا درسترش درازی شراره باید نه کمتر از 1 میلیمتر باشد. اگر شراره از 1 میلیمتر کم باشد، آنگاه علنگه‌گیری آمیخته به وجود نمی آید. این حالت چنین معنا دارد که فاصله بین الکترود مرکزی و پهلویی باید به 1 میلیمتر برابر باشد. چنین شراره بین الکترودها تنها در حالت به وجود می آید که شدت بین آنها نه کمتر از 20000 ولت باشد. ما می دانیم که اکلوماتور همگی 12 ولت حاصل می کند. همین طریق سیستم افروزش جریان شدتش پست 12 وات را به جریان شدت بلندی 25000 ولت تبدیل می دهد. این شدت بلند به شمع‌های برقی در لحظه داده می شود که پارچن در نقطه بالای آرامی جایگیر شود. اینک از 12 ولت ما شدت بلند را به واسطه غلطک افروزش حاصل میکنیم که آن اخبارات را از مینه گرفته شدت بلند را حاصل کرده و به شمع‌های برقی روان میکند. اما چی خبر میدهد که پارچن در نقطه بالای آرامی می باشد و وقتی دادن شراره رسیده است؟ به آن داتچیک حالت جایگیر شوی نورد زانودار اخبارات میدهد. داتچیک در نزد دیسک قوت دهنده در آخر نورد زانودار جایگیر کرده شده است. دیسک سپارش دهنده یک دندانه ندارد. جای خالی دندانه همچون نشانگذار داتچیک فهمیده می شود. وقتی که داتچیک به این نشانگذار نزدیک می شود، داتچیک خبر می دهد که پارچن در نقطه بالای آرامی جایگیر می باشد. همین که داتچیک به جای خالگی دندانه دیسک می آید، سیگنال برقی حاصل کرده آن را به مینه روان می کند. یعنی داتچیک خبر می دهد که پارچن در نقطه بالای آرامی جایگیر است و اکنون شراره داده شود. مینه فرمان را به غلطک افروزش می دهد. غلطک افروزش شدت بلند حاصل کرده به شمع برقی روانه می کند. بین الکترودها شراره برقی حاصل کرده می شود. اگر ما درس پیشین را به یاد آوریم که موضوع آن اداره کنی سیستم پاشدهی سوزشواری نام داشت، ما گفته بودیم که هنگام از کار برآمدن داتچیک نورد زانودار محرک کار نمی کند و به کار آماده کرده نمی شود. به فکرم به شما فهمو می باشد که برای چی محرک کار نمی کند. هنگام از کار برآمدن داتچیک نورد زانودار مینه نمی فهمد که در کدام حالت پارچن جایگیر شده است، در بالا، مابین یا پایان، و در کدام وقت دادن شراره را نمی داند. از این سبب محرک خاموش شده به کار آماده کرده نمی شود. در این حالت اواکواتور را دعوت کرده اتومبیل را به افتا سرویس می بریم. اکنون دو نمود غلطک افروزش را دیده می براییم. برای آن تنها به عنصرهای سیستم افروزش دقت می دهیم. پیش از همه به سیستم اکومولاتور را علاوه می کنیم، چون که مینه خود مستقل کار کردن نمی تواند. غلطک افروزش را در سیستم مدول افروزش می نامند. این مدول برای هر یک سیلندر 4 وصلک برآمد دارد. برای هر یک شمع برقی از مدول با واسطه سرپوش‌های برقی ناقلی شدت بلند وصل کرده می شود. این ناقل روی پوش به حد قفس دارد. از این سبب رانندگان آن را ناقل زیر پوش می نامند. برای آنکه ناقل‌ها با شمع‌های برقی درست وصل کرده شوند، در مدول افروزش در مقابل هر یک وصلک برآمد رقم گذاشته شده است. این رقم‌ها نشان می‌دهند که این ناقل با کدام شمع پیوست کرده شود. در اتومبیل‌های معاصر نوترین مدل از بین می‌رود و ناقل‌های شدت بلند نیز گرفته می‌شوند. به جای آنها غلطک‌های افروزش فردی می‌آیند که در هر یک شمع افروزش گذاشته می‌شوند. موافق به آن از مینه ناقل‌های اداره شونده فردی به غلطک‌ها وصل کرده می‌شوند. ترتیب دادن شراره را به شمع‌ها اینچنین مینه اداره می‌کند. در روند استفاده برای اتومبیل باید در مهلت معین شمع‌های افروزش عوض کرده شوند. آنها را هر 40,000 کیلومتر گشته اتومبیل عوض کردن ضرور می باشد. این عمل آنقدر مرکب نمی باشد.
лекин дар баъзе автомобилҳо шамъҳои афрӯзиш бисёр чуқур ҷойгир карда шуданд ва барои онҳоро кушодан калиди махсус лозим мешавад, ки ҳар як ронанда онро дорад. аз ин сабаб иваз намудани шамъҳоро дар автосервис гузаронидан дуруст мебошад.